چون اینکه بالای شبیه مرتضی. بیبی چی؟ قبل عمل تو. سلام، خیلی مخلصم. کوچیک همتون حامد تبریزی هم. یه ویدیو جدید با امیر عزیزی استقبال شده بود. میگفت امیر چقدر بچه خفنی، باش ویدیو بزن. دوباره قراره با امیر ریاکشن بزن. امیر جان تشریف میاری؟ سلام علیکم. خیلی چاکریم. ان شاءالله که امروز جبران کنم. قراره با هم ویدیو نگاه کنیم، سعی کن نخندی و هر کی باخت این سری زنگ بزنیم به کسی که باش قهریم آشتی کنیم و حتی اگر مقصرون بود معذرت خواهی کنیم. یعنی آره معذرت خواهی کنیم. این موقع ببخش. یه آدم کینه‌ای، من کینه‌ای کاریش میکنه. قبول. بریم آقا. امیدوارم که لحظه ویدیو لذت ببرین و شما بخندید. بریم آقا. والله اینم بهتون میگم، به خدا قسم من هیچ کدوم از این ویدیوها رو ندیدم. ادمین عزیزم زحمت کشیده این رو واسه من، ویدیوها رو واسه من چیده و من خودم هم ندیدم. بریم آقا. 3 2 قدیم داره میرفت صحنه. تقریبا میشه گفت من این آقا رو 5 6 سال میشناسم. 5 6 سال همینه و دمش گرم. اگه واقعا آدم نرمالی از تو این کارا رو میکنه دمش گرم. عشقم جانم، میدونی فرق مادر من و مادر تو چیه؟ همه مادرها که یکی هم. چیه عزیزم؟ مادر من منو به دنیا آورده، مادر تو دنیا رو به من داده. ای جان قربونت برم با این. اسم دوست عزیزمون یادم نیست، تو زنگ آخر کنار ما بود. خیلی خفنه، خیلی رفیقمون. بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ 9/2402 ارسال نقل پیاروم طلایی هرمزگان به سراسر کشور. انواع و اقسام نقل چون اینکه بالای شبیه مرتضی، خاصویی، پیاروم و پیتزا برا وقتی از ماهواره لمینت میخری. امروز جمعه است. یادی کنیم از اونایی که زندن ولی دیگه واسه ما مردن. نامردی زد. دمت بزن. همون چی بود؟ شبیه املاکیه بود. جهانیه نروژ اومده. سلام بچه ها، امروز اومدیم تفریح با بچه ها ببینیم چه جایی باصفاییه. این دفعه میزنیم به سلامتی نشابه، به خاطر نیش نه به خاطر نوشش. اومدیم چپس خوری. چه بخوری؟ چپس بخورو؟ چیزی نیه چه؟ بخوریم. Poison zaman o uydur mayı
بیبی فیسه. چیه؟ بیبی فیس. بیبی چی؟ بیبی فیس. قبل عمل تو بفرمایید چه شما تو عید قربان چه کارایی انجام میدید؟ عید قربان اینم گوسفندا همین با هم خانواده جمع شوید، همین کبابی همین قربانخ با هم با عروسی جشن تولد میگیرم که همین جشن آماده با قربانخ عید قربان را تبریک از واسه کسی از ارتفاع ترسه بالا اومدن یه اشتباه نکن توی جرمی که ارتکابش لحظه شک نداره خب اتفاق هستش اگه قرار باشه چرا اینجوری شد؟ بکن اصلا یکی سامسونه دستش گرفته پیرن مردم داره میره سرکار یه دمه سگ بیفته دنبالش. اول تو خندیدی من رقصیدم. خیلی خوب بود. یکیچ حدود 4 سال است من از آسمان حمله هوایی میشه در زمین رفتم شکایت کردم کسی هم رسیدگی نکرده. خیلی خوبم ولی در حد من نیستم. آزمایش میخوام انجام بدم. یک ظرف شیشه یه دردار داریم داخلش تیله و چند نمک ریختیم. اصفهانیه؟ لحظه اصفهانه؟ من عاشق لحظه اصفهانم. شکست مادرت شیکه مادرت بیاد اونو شکست خانم برم من در حال همون کردن همین الان میبویی عادت کردم به همون خنده زیبات عادت کردم ای جان ای جان. مشکل داریم؟ مشکل ندارم. من مشکل ندارم. خب تموم شد دوستان و حامد تبریزی باخت. تمام گوشیش بود. خب با کی قراری؟ کم نیستن کسایی که یه باشون کاری ندارن و این واقعیت امره. تو طول مسیر زندگیمون بچه‌ها ما با خیلی آشنا میشیم. این که فکر کنید توی 30 سالگی 40 سالگی 50 سالگی دیگه با کسی آشنا نمیشی دروغه. اشتباه بزرگیه. ما توی طول مسیر زندگیمون با خیلی آشنا میشیم و عین الک میمونه ذهن ما و رفاقت‌ها. هی تکون میدی هی میریزن، خوبا میمونن، آدمای دوزاری به درد نخور میریزن و توی طول مسیر زندگی که این رفیقای جدید و دوستای جدید میان به خاطر اخلاقایی که به هم نمیخوره یا میخوره حرفی کردم. به خاطر همین موضوع میخواستم بهت بگم که چی گفتم. با خیلی آدم به مشکل میخوره دیگه تو زندگی. الان زنگو بزن. به کی میخوای زنگ بزن؟ من یه نفر میام بگم. در گوشم لطفا. نه اون با اون نه وایسا. ببین طرف چقدر تو مخی بوده که میگه با اون نه. محمد عباسی هم قرار بود یه زنگ. محمد داداشم نه با محمد نه. لیست قهریاش انقدر زیادن. حامد بدون اخلاقش خاصه. با داوود نه اون مرتضی. نمیگی ویدیو. الو سلام داداش خوبی؟ الو سلام. آقا سلام علیکم. خیلی مخلصم داداش خوبی؟ سلام. آقا زنگ زدم من هم حال تو بپرسم. متشکرم. هم عذرخواهی کنم بابت من اشتباهاتی که کردم. نه چه اشتباهی کردی؟ حالا داداش شاید تو رفاقت ما کم گذاشتیم اشتباه کردیم. نه آقا شما ما کم گذاشتیم تو این چند وقته. من نوکر
خواهرمون از ایتالیا اومده درگیرمون هست. مصاحبه من کوچیکتم. به به سلامتی ان شاءالله. تشریف آوردن؟ 20 روز اومده اینجا. دیگه خانوادگی همه هر شب یه جا جمع. به خاطر همینه ما زنگ منگم. من نوکه میام بابت رفتارهای اشتباه من از شما معذرت میخوام. بابا بس حامد دیگه. هر کی حالت قبلی دید مثلا حالت دوست ندارم. من کوچیکتم، دستبوستم. من بهت زنگ میزنم چند دقیقه دیگه. مطمئنی قهر بودی؟ واقعا قهر بودم باشه. ازش عذرخواهی کردم. و چقدر خوب شد این ویدیو رو گرفتی. من زنگ زدم آشتی کردم دوباره. کی بود؟ رضا، دوست تقریبا 7 8 سالم. ان شاءالله که هیچ وقت هیچ کس با هم دیگه قهر نکنه. قهر کردن کار بچگونه، ولی بعضیا واقعا یه تایمی یه جایگاهی دارن تو زندگی آدم که بعدش دیگه ندارن. هر کاری هم بکنن نمیتونن دیگه اون جایگاه رو داشته باشن. ان شاءالله که هیچ وقت هیچ رفاقتی سر هر چیزی با هم دیگه به هم نخوره. سر جنس مخصوصا مخالف کردن خیلی دارن دیگه با هم دیگه قهر کنن. یه چیز عادی بشه ان شاءالله. مرسی که با من بودی تو این ویدیو. خیلی خوش گذشت. دمتون گرم. و اینکه اگه با دوستتون به مشکل خوردین که به نظرتون میتونین آشتی کنین، همین الان بردارین زنگ بزنین و بدون هیچ مقدمه یه قرار کافی باهاش بذارین، برین یه چای قهوه‌ای با هم بخورین. کافی منظورش کافی شاپ. خیلی مخلصم، دوستتون دارم خیلی زیاد. دوباره برمیگردم. خداحافظ.